سلام سلام کمیسک الختام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. آیا می دانید اساس شر چیست؟ امام ابن حبان رحمه الله می گویند کینه اساس شر است. هر کی در دل خود شر و بدی را نگه دارد برایش درختی تلخ خواهد رویاند که آبش خشم و میوه اش پشیمانی است. بله برادر و خواهر ایمانیم، کینه این یکی از اساسهای شر می باشد که ما باید از آن دل خود را پاک بگردانیم و به جای آن در دلهای خود باید رحم و شفقت و مهربانی را رویانیم و انشاءالله خداوند گناهان ما را می بخشد و به جنت الفردوس در آمدن بر ما نصیب می گرداند. پس بیایید قلبهای خود را از کینه و عداوت و دشمنی پاک بسازیم و قلبهای خود را پر از مهر و محبت بگردانیم تا این سبب بخشیدن گناهان ما بگردد. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.